من میخوام چند نقطه رو اینجا در نظر بگیریم که ما در تاجیکستان اگر تاریخی 1 ساله گذشته را نظر بکنیم و اینکه 4 ساله اخیر 5 ساله اخیر را نظر کنیم، واقعا هم حالت مطبوعات روز تا روز رفته بدتر و بدتر می شود و از همه جهت فضای مطبوعات و خبررسانی تنگتر کرده می شود. حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف هر روز دارد تمام وسایط اخبار عامه را وابسته به خودش میکند، تعلق به یک خانواده میکند که اون فقط در تملق کاری و تعریف توصیف کردن به این خانواده گرفتار شود. ما حتی اخباری، یعنی پایگاه های خبری که در طول همین چند سال اخیر، حتی همین 1 سال 2024 اگر نظر بکنیم، در همین سال 2024 چند پایگاه خبری که در خارج کشور قرار داشتن اونها را بستن. از جانب پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز، یک پایگاه خبری منطقه مردمی ولایت مختار کوهستان بدخشان است که فقط با 3 زبان مسئله های وابسته به تاجیکستان و بیشتر حالت وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر میکنند. و از جانب دادگاه همچون یک خبری افراطگرا یا اینکه خب دروغگو محکوم کردن و از جانب دادگاه در قلمرو تاجیکستان ممنوع کرده شد و حتی تا اون درجه را اینها پایان رفتن که یکی از ممنوعیت هایی که اینها در همین سال 2024 قبول کردن بسته شدن فیسبوک های فعالان، یعنی ممنوع کردن فیسبوک های فعالان حرکت سیاسی گروه 24، فعالان جامعه مدنی و دیگر که از جمله چندین گروه هایی که تعلق به ما داشت که من اون زمان در حرکت سیاسی گروه 24 نام تاجیکستان 2، خب دیگر تیم تبلیغاتی، همه اینا از جانب دادگاه ممنوع کرده شدند و در صورت لایک زدن از همین گونه فیسبوک ها شما رو میبرن زندان میکنن. یعنی پایان رفتنی سطح مطبوعات در تاجیکستان تا اون درجه اومده رسیده است که تا اون قدر عمیق رفته است که حتی یک فیسبوکی، یک کاربر به قرار دادگاه ممنوع کرده می شود در قلمرو تاجیکستان که همه گونه معلومات از همین فیسبوک گرفتن یا که لایک زدن در تاجیکستان که حالا شاید لایکش برداشتن ولی شیر ساختن یا که پدیلیس کردن به اصطلاح روسی در تاجیکستان میبرن زندان میکنن. این بسیار غم انگیز از این حالت نباید که یعنی بچونین اومده رسد. چگونه یک فیسبوکی که فقط خبر رسانی میکند، از وضعیت تاجیکستان خبر میکند، شما میتوانید مثلا یک خب مسلمان تاجیکستان یا یک سنی مذهب تاجیکستان رو با افراطگرایی که همون گونه در گذشته کردن یعنی متهم بسازن، اما پامیر دیلی نیوز یا که پایگاه خبری مردمی پامیر که یک پایگاه خبری مردمی و تنها فعالیتشون رسانیدن معلومات به خوانندگان بود، چه خوانندگانی مثلا خارجی باشد داخلی باشد، اونها تنها از همون داخل معلوماتایی که به دست دارن، منبع‌های به دست دارن، خبر هم میارن و نشر میکنن. این واقعا وحشت آور است وقتی که در یک کشور تمام فضای مطبوعات بسته می شود. همین سال گذشته من چندین روزنامه‌نگار را نامبر میکنم که با سبب کار کردن یا که فعالیت کردن در ساحه روزنامه‌نگاری بردن زندان کرده شدن. رخشانه حکیمова چی کار کرد؟ فقط در یک مطلب نوشته است که زمینی تاجیکستان به چین فروخته شده است. بر اساس یک حرف نظر و دید نظر خودش بردن چیکارش کردن؟ زندانش کردن. به 8 سال زندان محکوم کرده شد. مدیر پایگاه پیک که کلاب احمد ابراهیم، این رو بردن به حدود 10 سال محکوم کردن. فقط چیکار کرده است؟ گویا که برای همون لیسنسش تبدیل کردن، تمدید کردن، چند پول به کسی داده باشد، ولی یگان دلایل اثبات کننده موجود نیست و او را بردن چیکارش کردن؟ به 10 سال زندان محکوم کردن. در حالی که خودی احمد ابراهیم در یک سخنرانیش گفت که
روزنامه پیک از جانب بانوی اولی کشور، خب بالا ما بانوی اولش بگیم، در تاجیکستان چیکار کرده می شود؟ خوانده می شود از جانب زنی امام علی رحمانوف، ولی او را بردن چیکار کردن؟ محکوم کردن، 10 سال از آزادی محروم کردن. دیروزم وابسته به همین روز یکی از تشکیلات‌های حقوقی و سازمان‌های حقوقی بشر واقعا تاجیکستان را محکوم کرد به همین حالت‌هایی که به میان میآید که در تاجیکستان، یعنی امروزه مطبوعات در سطح جهانی در پسترین حالت قرار دارد. اگر همین گونه برود از کره شمالی نیز میگذارد. یعنی ما در سطح افغانستان در ساحه مطبوعات قرار داریم که همه امروز ما تنقید میکنیم حکومت طالبان، در حالی که اونها در مطبوعات بازم در بخش حالت از ما بالاترند. یعنی فضا را تا اون درجه بردیم، رساندیم. ما فراموش نمیکنیم هزارها روزنامه‌نگار امروز در تاجیکستان زندانند. دلیر امام علی چیکار کرده بود؟ عبدالله غربتی چیکار کرده بود؟ عبدالستار پیر محمدزاده چیکار کرده بود؟ ذوقی بیگ سید امینی چیکار کرده بود؟ مگر غیر از خدمت کاری به این ملت انجام داده بودن؟ اونها را بردن زندان کردن. آزادگان پایگاه خبری چیکار کرده بود در داخل تاجیکستان که بیرونش کنن؟ اخبارکام که بعدا به بامداد اسم تغییر داد، چیکار کرد که در تاجیکستان ممنوعش کردن؟ فقط یگانه خبر رسانی بود، خبر میرساندن. هزارها روزنامه‌نگار امروز در خارج کشور در تبعیض قرار دارند، فرار کردن، گریختن. به همین حالت ما باید دقیق نگاه کنیم که جهان امروز در کنار ما نیست. جهان فقط به یک بیانیه نوشتن اکتفا میکند. ما دیدیم که تمام سازمان‌های بین‌المللی امروز میآیند در مسئله تاجیکستان و تنقید میکنند، میگویند که تاجیکستان امروز در دست خودکامه امام علی رحمانوف قرار دارد و فضای مطبوعات در پایان‌ترین حالت قرار دارد. او دیگر از این کاری بیشتر برای ما و تو نمیکند. به امید نشوید که امریکا، روسیه و هر کشور دیگری میاد شما را نجات میدهد. فضای مطبوعات شما را آرامتر میکند و زیر نظارت قرار میدهد. و اگر هم که هر خدمت این کشورها و این سازمانها انجام میدادن، امروز به دلیل امام علی انجام میدادن. 4-5 سال میشه در پشت پنجره نشسته است. به الفت خانم کمک میکردن، به هزارها روزنامه‌نگار حقوق شناس کمک میکردن. بزرگمهر یوروفا 29 سال زندان کردن، طولی 10 سال مثلا شود از زندان قرار دارد. پس هیچ کسی در پشت شما نمی ایستد مگر خود شما. فکر نکنید که کدام نفری از امریکا، از اروپا، از فلان سازمان، از فلان کشور میاد برای شما کمک میکنند، میره تاجیکستان رو آزاد میکنید. اونا فقط محکوم میکنند. حد امکان تا امروز یک سانکسیون یا یک تحریم را وارد همین حکومت نکردن. یگان نفر رو از همین حکومت بگید که امروز در تحریم های لیستی مثلا امریکا، اروپا و یا یک کشور دیگر قرار دارد. یک نفر اسمش رو برید. درسته. نه یک نفر رو در لیست تحریم قرار میتین و ما و شما باز نشستیم و بعضی از اشخاص فقط چیکار میکنن؟ اگر ما به همین طریق بتوانیم در تاجیکستان انقلاب میکنیم، اگر ما به همین طریق بتوانیم کار باید بشود. نمیشود. باید خیس عمل کرد، منتظر نباید بود. تکیه ما، توکل ما فقط باید به خدا باشد و به خودمون. باید به اینجا فکر کنیم و خودمون امید داشته باشیم. هیچ کس دیگری برای ما و تو این نیرو و این توانایی کمک نمیکند که ما و شما بریم تاجیکستان را آزاد بسازیم. همین دلیر امام علی بارها به حد تنقیدی سخت میکرد، میگفت که برادرها و من زنگ میزنید میگوید که بیا فلان مشکل در فلان جا وجود داره، همین را نشر کن. میگم تو خودت نوار کو، همین را نشر کو، من از کانالم نشر میکنم، نوار کو برای من روان کو. میگه اگه بیا خودت بکن، من میترسم. ولی خودت وقتی که میترسی فضای مطبوعات رو نگه بداری، چرا از دیگران طلب میکنی این کارو بکنه؟ باید ما حرکت زمینمون از داخل خونمون این کسب رو شروع بکنیم. هر مشکلاتی رو که میبینیم نوار کنیم، بپرتاییم.
فضای مطبوعات رو همین گونه نگاه میدارن وگرنه کدام فضای مطبوعات میشه صحبت کرد؟